تا حالا فکر کردید که چطور یک اتفاق سیاسی، فقط یک رویداد، میتونه هویت یک ملت رو برای همیشه زیر و رو کنه؟ توی این بررسی میخوایم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم. به داستان دگرگونی افغانستان. داستانی که از یه انقلاب شروع شد و به بازتعریف این که افغان بودن یعنی چی ختم شد. خب، وقتی به تاریخ معاصر افغانستان فکر می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهن خیلی از ما میرسه تهاجم شورویه. درسته؟ اما این نقل قول از دیدبان حقوق بشر یه نکته تکان دهنده رو به ما یادآوری میکنه. ریشه‌های بحران در واقع توی 20 ماهی اتفاق افتاد که قبل از ورود شوروی کشور رو درگیر خودش کرده بود. 20 ماه خشونت‌آمیز که اغلب نادیده گرفته میشه. بیایید برگردیم به نقطه شروع. نقطه‌ای که همه چیز رو عوض کرد. اون لحظه انقلاب سر بود. این فقط یه تغییر سیاسی ساده نبود، بلکه جرقه‌ای بود برای ده‌ها درگیری و سرنوشتی که برای افغانستان رقم خورد. این تایملاین بهمون کمک میکنه تصویر کلی رو بهتر ببینیم. 27 آوریل 1978 حزب دموکراتیک خلق قدرت رو به دست میگیره. اما نکته کلیدی میدونید کجاست؟ اون 20 ماه بین به قدرت رسیدن حزب و حمله شوروی. توی این دوره بود که یه موج عظیم خشونت داخلی کشور رو فرا گرفت و با تهاجم شوروی به اوج خودش رسید. و این نکته واقعاً حیاتیه. اولین موج خشونت یه جنگ داخلی نبود. نه، این یه چیز دیگه بود. این خود دولت بود که داشت مردم خودش رو به شکل سیستماتیک سرکوب می‌کرد و همین زمینه رو برای یه بحران پناهندگی عظیم آماده کرد. و این خشونت‌ها اصلاً اتفاقی نبودن، یه برنامه سیستماتیک بود. حرف از ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه‌های روتین، کشتار غیر نظامی‌ها، اینا چیزایی بود که به یه رویه تبدیل شده بود و خب طبیعیه که صدها هزار نفر رو مجبور کرد از خونه و زندگیشون فرار کنن. خب تا اینجا ما از تاریخ و وقایع بزرگ گفتیم. ولی یک کودتای سیاسی غیر از تغییر یک کشور با زندگی یه آدم چی کار میکنه؟ اینجاست که داستان از سطح کلان میاد روی تجربه انسانی و میبینیم که این اتفاقا چطور میتونن هویت یه نفر رو از نو بسازن. توی این بخش میخوایم دقیقاً به همین بپردازیم. به واقعیت پناهنده بودن. اینکه در عمل یعنی چی؟ و راهنمای ما توی این سفر این پایان نامه است. ولی اشتباه نکنید، این فقط یه کار آکادمیک و خشک نیست. این یه روایت دست اوله از زبون کسی که خودش همه اینا رو زندگی کرده. این نقل و قول به نظرم عمق فاجعه رو نشون میده. فکرشو بکنید، تمام چیزایی که شما رو شما میکنه. گذشته‌تون، شخصیتتون، رویاهاتون، یهو خلاصه میشه توی یک کلمه. پناهنده. انگار کل هویت قبلیتون پاک میشه. این اولین مرحله این دگرگونیه. بیایید با همین صحنه رو تصور کنیم. سال 1989. یه عده خانواده برای اینکه فقط زنده بمونن از مرز رد میشن. تقریباً هیچی همراهشون نیست. تنها داراییشون خاطرات یه زندگیه که دیگه وجود نداره. اما جالبه که از دل همین سختی‌ها یه جامعه جدید شکل میگیره. مثلا توی یه ساختمون 6 تا خانواده پناهنده با هم زندگی میکنن. شبایی که برق میره دور هم جمع میشن و برای هم قصه میگن. یه قابلمه یا چند تا بشقاب بین همه دست به دست میشه. این دیگه انتخاب نبود، یه ضرورت بود برای زنده موندن. و همین ضرورت یه حس همبستگی خیلی عمیق بینشون به وجود آورد. و اینجاست که اون لحظه تکان دهنده خودآگاهی اتفاق میفته. ببینید توی افغانستان هویت هر کس به شهرش، قومش یا خانواده‌اش وصل بود. ولی توی تبعید یه تعریف کاملاً جدید و همه‌گیر به وجود اومد. دیگه مهم نبود اهل کجایی. تو فقط یه پناهنده افغان بودی. اما این تغییرات فقط به هویت فردی محدود نشد، نه. تبعید کل ساختارهای اجتماعی و حتی خانواده را هم به شکلی کاملاً غیرمنتظره زیر و رو کرد. این نکته به نظرم قلب این تحلیله. این تغییرات بزرگ اجتماعی نتیجه یه جنبش فکری یا یه ایدئولوژی خاص نبود اصلاً. اینها فقط یه واکنش بود به شرایط سخت زندگی در تبعید. به عبارت دیگه بقا موتور اصلی این تحول بود و نتایجش واقعاً انقلابی بود.
زنهایی که تا دیروز پاشون از خونه بیرون نذاشته بودن، حالا نوناور خانواده شدن. تحصیل دخترها دیگه یه چیز تجملی نبود. کلید زنده موندن خانواده بود. و همینطور ذره ذره ساختار قدرت سنتی توی خانواده‌ها برای همیشه عوض شد. این تغییرات فقط توی جامعه دیده نمی شدن. اینا تا عمق روان آدم‌ها نفوذ کردن و حتی مفهوم خونه و خود رو هم از اول تعریف کردن. این مقایسه خیلی خوب این دگرگونی رو نشون میده. سمت راست رو ببینید، یه آدم با هویت و تاریخچه منحصر به فرد خودش. حالا سمت چپ. همون آدم حالا به یه برچسب ساده تقلیل پیدا کرده. وطنش دیگه یه جای واقعی و فیزیکی نیست. تبدیل شده به یه خاطره، یه عکس توی ذهن که بهش میگن آنجا. خب، نویسنده ما در برابر این بحران هویت چه کار میکنه؟ یه راه حل شخصی پیدا میکنه. اون توی 16 سالگی تصمیم میگیره هویت ملیش رو که حالا با درد و رنج یکی شده کنار بذاره و به جاش خودش رو شهروند جهان معرفی کنه. این یه جور تلاش آگاهانه است برای اینکه حس تعلق رو توی دنیایی که بیخونش کرده دوباره به دست بیاره. و همه اینها ما رو به این سوال نهایی میرسونه. این داستان به ما نشون داد که آوارگی خیلی فراتر از دست دادنی یه خونه است. آوارگی یه فرایندی که آدما رو مجبور میکنه عمیق‌ترین باورهاشون رو درباره اینکه کی هستن و به کجا تعلق دارن بازنگری کنن. سوالی که متاسفانه برای میلیون‌ها آدم دیگه در سراسر دنیا هنوز یه سوال زنده و واقعیه.